حلالم کن. دوچرخت خیلی قشنگه. بذار منم سوار شم. نمیشه، میندازیش زمین. تو کمکم کنی نمیافتم. حالا ببین چجوری اون ترسو رو دست میندازم. ببین رو بخند. باشه. مارکوس ترسو. مارکوس ترسو. آی ترسو. با تو هم کجا میری؟ چیه ترسیدی؟ مارکوس ترسو. کجا میری؟ وایسا. مارکوس فراری ترسیدی نه؟ چی شو کجا میری؟ کجا در رفتی؟ وایسا ببینم. زود پایی ببینم. خداحافظ پسرم. زنده باشی. افه مراد بگیرش نیافته. وایسا. ای بابا نمیافتم. من دوچرخه سواری بلدم. این دوچرخه کیه؟ تو اون کوچه یه پسره هست اسمش مارکوس ترسوه. مال اونه. افه این حرف از کجا یاد گرفتی؟ بهش میگن مارکوس ترسو. مارکوس که میاد همه میگن ترسو اومد. افه پسر قشنگم. آدم به دوستاش همچین حرفی نمیزنه. زشته. حالا دوچرخه مارکوس اینجاست. خود مارکوس کجاست؟ با بچه ها دعوا کرد. رفت دنبال اونا. مارکوس دوچرخه‌شو به تو سپرده بود؟ جواب بده ببینم. نکنه بدون اجازه برداشتی. این کار درستی نیست. کار بدیه پسرم. ولی من کار بدی نکردم عمو. افه بیا با هم بریم یکم صحبت کنیم. بیا برام تعریف کن ببینم جریان چیه. باشه. استاد اگو اینا رو ازم بگیر. اینا رو ازم بگیر.
خب افه جان، حالا فهمیدی چرا نباید اینطوری بگی؟ بله فهمیدم، چون اگه اونطوری بگم اونم به من جواب میده. بله. حالا با هم بریم پیش مارکوس و دوچرخه‌ش رو پس بدیم باشه؟ پسرم خیره ایشالله. استاد آگوپ. استاد آگوپ جواهرساز؟ بچه بودی مراد، اشتباه کردی. من کی کار درستی انجام دادم مادر؟ مراد پسرم، همین که از در مغازه اومدی تو ازت خوشم اومد. تصمیم گرفتم با جون و دل این هنر رو یادت بدم، اما 2 کلام باهات حرف دارم. کار ما خیلی ظریف و لطیفه، چشم و دستمون باید همیشه صبور باشه. باید اونقدر ظریف کار کنیم تا چیزی که درست میکنیم با ارزش بشه، چون طلا، نقره و الماس به شکل خام به دست ما میرسن. ما باید ظرافت به خرج بدیم تا آثار ماندگاری از خودمون به جا بذاریم. برای همین باید صبر داشته باشی پسرم. اگه بعد از این همه صبر و حوصله مردمم از چیزایی که ساختی خوششون بیاد، خوشبخت‌ترین آدم دنیا میشی. ضمناً اینم بدون هر حق و زحمتی هم که بابت هنر دستت میگیری مثل شیر مادر حلاله. سلام استاد سرکیس. بفرما. مراد هستم، مراد یالنیز. وقتی بچه بودم یه زمانی اینجا پیشتون کار میکردم. اینجا چی کار میکنی؟ استاد آگوپ نیستم؟ نه، اگرم باشه با دوزا کاری نداره. آگوپ میگفت نه همچین کاری نمیکنه. 2 تا دیگه جواهر بیارزش که بیشتر نیست. ولی من فهمیدم کارته. آگوپ خیلی خوشبینه، ولی من که میدونم نمیتونی منو گول بزنی. حق دارین استاد، یه نادونی کردم. اگه بشه استاد آگوپو ببینم. اون دیگه نمیاد مغازه. اگه حرفی داری به من بگو، وگرنه برو به سلامت. الو، سلام آقای تامر. راجب اون آجری که واسه صندوق سفارش داده بودم
منتظر کی هستی آقا؟ هیچ کس. که استاد منم مرادی النیز. کدوم مراد؟ وقتی 12 سالم بود پیشتون کار میکردم استاد. بعدش بیخبر کارو ول کردم و رفتم. حتی ازتون دزدی هم کرده بودم استاد. دزدی کرده بودم. استاد تو مراد هستی؟ مرادم استاد. بزرگ شدی؟ بزرگ شدم استاد. اونقدر هم استاد به حساب نمیام، چون نتونستم به موقعش بهت درس لازمو بدم. باید صبر داشته باشی پسرم، برای اینکه درآمد هنر دست مثل شیر مادر حلاله. فراموش نکردی؟ فراموش نکردم استاد، ولی دیر متوجه شدم، زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود. اون روز از شما دزدی کردم استاد. میدونم، ولی ببین حالا روبرو نشستی. گاهی اوقات حقیقت تو اعماق وجود پسرم، باید گاهی اوقات خوب نگاه کرد. من حرام خوردم استاد، هم از سرمایتون و هم از دسترنجتون دزدیدم. نمیدونم خدا منو میبخشه یا نه، ولی توبه کردم. توبه کارم و بدون راه علاج، چون حق شما و خیلی دیگه به گردنم مونده استاد. برای همینم اینطوری بی مناسبت مزاحمتون شدم. اومدم بدهیمو پرداخت کنم، اگه اجازه بدین. پس میخوای بدهیتو بدی ها؟ پس توبه کردی و از خدا میترسی. باشه، خب ارزش چیزایی که از من دزدیدی معلومه، میشه حساب کرد و پرداختشون کنی، ولی اگه ازم حلالیت میخوای باید یک کاری برام انجام بدی. هرچی که بخواین استاد. باید بری تو مغازم و از صندوق یه جعبه بیاری، بدون اینکه کسی ببینه باید بیاریش. اینا کلیدای مغازن، اینم کلید گاف صندوقه. فقط یه جعبه رو میخوام، اونی که روش کار شده. ولی استاد سارکیس. سارکیس نباید بفهمه مراد. چرا اینقدر بهم اعتماد میکنید؟ برای چی اعتماد نکنم پسرم؟ مگه تو به خودت اعتماد نداری؟ سلام خانم. سلام، بفرمایید. خونمون تو کوچه پایینیه، اسمم ملکه. اینم افس. اف تو کوچه دوچرخه پسرتون رو برداشتی. مارکوس بیا اینجا. ببین دوست دوچرخت آورده، از دوست تشکر کن.
افه تو میخواستی به مارکوز یه چیزی بگی؟ من ازت معذرت میخوام. دوچرخه‌تو بی اجازه برداشتم. ببین دوستت ازت معذرت میخواد، زود باش قبول کن. منم چون دوچرخه‌ام به تو ندادم ازت معذرت میخوام. بخوای میتونی الان سوارش بشی. خب دیگه هم دیگه رو بغل کنید، شما با هم دوستی. حلالم کن. حلالت کردم. منم حلالیت خواستم مامان ملک. درست عین عمو مراد. وایسا، تکون نکن، حرکت نکن. سرکیس کمکم کن. سرکیس کمکم کن. جناب رئیس، من کلیدا رو از استاد آگوب گرفتم. باور کنین، باش تماس بگیرین تا بهتون بگه. اصلا نگران نباش، دارن تماس میگیرن. در ضمن نمیخواد به من کارمو یاد بده. نیازی به آموزش شما نیست. با منزل آگوب سلویان تماس گرفتیم قربان. چی گفت؟ بردنش بیمارستان. با همسایه‌اش صحبت کردیم. گفتن فرد مشکوکی که مشخصات شبیه این آقا رو داره مدتی جلوی خونش منتظر بوده. اون کافی نیست. دیگه چی؟ با بیمارستان هم تماس گرفتیم. شریکش گفت امروز فردی به نام مرادیان لیز به مغازه اومده بود که رفتار مشکوکی داشته. در ضمن این فرد برای مدتی کنار بازارچه منتظر بوده. متوجه شدم. اشتباه شده جناب رئیس، جدی میگم. که اینطور؟ پس اشتباه شده. عجب آدم بیشرمی هستی بابا. نزدیک بود طرفو بکشی. اصلا تقصیر منه که به تو اعتماد کردم.
چطوره خانم پرستار؟ فعلا جای نگرانی نیست، ولی یکم خسته هستن. باید مراقب باشیم. شریک سرکیس عقب خدا رو شکر. صبحت بخیر. ما رو ترسوندی. دیگه پیر شدیم پسر، باید هر لحظه آماده باشی. حرفای مسخره نزن عقب، عصبانیم نکن. بالاخره هممون یه روز میمیریم سرکیس، برای چی عصبانی میشی؟ مراد کو؟ پسره بی وجدان دیده مریضی خواسته ازت دزدی کنه، ولی خدا رو شکر گیرش آوردن، نتونسته چیزی از مغازه بدزده. چیکارش کردن؟ من فقط میخواستم امتحانش کنم. سرکیس اون یه امتحان بود. مرادیان لیز میتونی بری. بیا تو. آقا کوب به هوش اومده. ببین پسران، ما وظیفمون رو انجام میدیم. منم مجبورم بر اساس قوانین پیش برم. کاری نمیتونستم برات بکنم، شریک شاکی بود. در حال آزادی. در ضمن آقا کوب گفت خودت شخصا امانتچی رو ببری. صبح بخیر. صبح بخیر. سر حال به نظر نمیای، انگار نخوابیدی. دیشب رفته بودم دیدن پدرت، تو بازداشتگاه ازم پذیرایی کرد. چی شد؟ مهم نیست، اشتباه شده بود. یه سوالی دارم، آگوب سلویان اینجا بستریه؟ بله، اتاق جلویی سمت راست. منتظرمه، بعدم میبینم. میبینمت. بیا تو مراد. ببین، اگه باز یه خیالایی داری بهت گفته باشم مراد، مچتو میگیرم. ولی اون عوض شده. خیلی ساده یاگو. من سادم سرکیس نیستم، نه. بالاخره منم یه چیزایی میدونم. سرکیس اجازه میدی یه لحظه با مراد تنها باشم؟ باشه، من میرم. بیا بشین مراد، بیا. میخوام باهات صحبت کنم. تو درد سر افتادی، ولی برای اینکه حرفاتو باور کنم مجبور بودم این کارو بکنم مراد. اون جعبه رو باز کن. بازش کن. این قرآن کریمه. درسته. هر کار خدا یه حکمتی داره. برای همینم بازم با هم روبرو شدیم. تو تنها کسی هستی که این رازی رو که میخوام بهت بگم میدونی.
این قرآن رو یکی از دوستان کلکسیونرم بهم داده. از پدرم خوندن خط ترکی رو یاد گرفتم و شروع به خوندن کردم. با اینکه صدای خودم بود، احساس کردم صدای فرد دیگه‌ای بر صدای من غالبه. نمیتونستم دست از خوندن بکشم. ساعتها و روزها از پاش بلند نمی شدم. بخشی رو که یه بار خونده بودم باز میخوندم. با خودم فکر کردم باید دلیلی داشته باشه. برای همین ترس بیشتر برم داشت. این امر برای اطرافیانم تا به اون زمان عادی نبود، ولی انگار تو وجودم یه اتفاقی افتاده. چی شده بود؟ با خودم گفتم هم حضرت عیسی و هم حضرت محمد هر دو پیامبران خداوندن، هر دو هم اوامر خدای واحد رو به ما میگن. حالا باید طوری عمل میکردم که در عین حال که فرایض دینی رو انجام میدادم موجب حساسیت بیش از حد تو اطرافیانم نشم. به همین دلیلم تصمیم گرفتم به تظاهرم که شده روزهای یکشنبه به کلیسا برم و تو یه سری مراسم شرکت کنم. به هر حال باید ملاحظه یه سری از نزدیکانی که خیلی هم افراطی بودن و میکردم. میخواستم طوری به نظر بیاد که فکر کنن تمام اون اعمال و کنار گذاشتم و قید همه چیز رو زدم، چرا که میترسیدم اون وقت نسبت به مقدسات ما عکس العمل تند و بد نشون بدم. بله آقا مراد، و اینطوری شد که سعی کردم خیلی از عکسای قدیمیمو پنهان کنم. سارکیس هم جزء اون افراده. شما حالا یه جایگاه دنیوی ساختم و یه جایگاه اخروی که تمام باورم تو جایگاه اخروی جا میگرفت. توبه کردن تو و به راه راست برگشتنت برام انقدر عجیب بود که درست اون لحظه‌ای که پیشم اومدی فهمیدم دیگه عمر زیادی برام باقی نمونده. کتاب مقدس میگه تمام کسانی که ایمان دارن برادرن. اون حال دگرگون تو رو که دیدم متوجه همه چیز شدم، ولی بازم باید مطمئن می شدم. برای همین خواستم این جعبه رو برام بیاری. از گاف صندوق چیز دیگه ای بر نداشتی. من میدونم. برای اینکه امتحانت کردم منو ببخش. استغفرالله استاد. مراد برادر، همونطور که میبینی زندگی من در حال تموم شده. نه استاد، خودتون رو خسته نکنین. انشالله خداوند عمر طولانی بهتون بده. بذار حرفم رو تمام کنم. من ایمانم رو به همه نشون ندادم. شاید کوتاهی از من بوده. حالا میخوام همه بدونم. به همه میگیم استاد. شما خودتون رو ناراحت نکنید. فکر نمی کنی دیر شده مراد؟ نظر به پای پیری و دیوونگی. حالا ازت یه خواهشی دارم مراد. منو مثل یه مسلمان تو قبرستان مسلمون رو دفن کنین. اون موقع است که حلالت میکنم. این حرفو نزنین استاد، خدا نکنه. استاد خدا. آکوب نرو، منو تنها نذار. باشی لطفا. نرو. تسلیت میگم. مراد، تسلیت میگم. برام از برادر نزدیکتر بود، ولی وقتی داشت آخرین نفسشو میکشید نتونستم پیشش باشم. بهت چی گفت؟
آخرین خواستش چی بود؟ خیلی آرامش داشت. دیگه تو تنها کسی هستی که این راز میدونه. همین. پسرم چی شده؟ استاد آگوب مرد مادر. بدون اینکه حلالم کنه. عمو مراد ناراحت نباش. خدا بیا مرزدش. مامان ملک، استاد آگوبم میره توی یه دنیای دیگه، همونجایی که آدمای خوب میرن، مگه نه؟ آره فجان، براش دعا کن تو اون دنیا رو سفید باشه عزیزم. دیگه خیلی دیره نظر پای این که پیر و دیوونه شد. حالا ازت یه خواهشی دارم. منو مثل یه مسلمان تو قبرستون مسلمان ها دفن کنی. اون موقع است که حلالت میکنم. تو قول دادی. قرار بود به وصیتم عمل کنی، نکردی. حلالت نمی کنم.